کارمندان دادستانی به خانه عایشه عبدالله و مادر 72 ساله شراف‌الدین گدایف، یکی از مخالفین حکومت کنونی تاجیکستان، در مرکز نویه فرخار آمده او را در مورد پسرانش پرسجو کردند. آنها گفتند که این کار را با درخواست فسب یا خدمات فدرالی امنیت روسیه انجام میدهند. شراف‌الدین گدایف روز 17 آگوست سال 2023 به پایگاه خبری بامداد گفت این پرسجوها 3 روز ادامه یافته. بالاخره روز 16 آگوست کارمندان دادستانی دیگر باره به خانه آنها آمده امضای مادرش را در زیر انکیده های پر کرده شان گرفتند. شراف‌الدین گدایف گفت کارمندان دادستانی در جریان پرسش جای کار، سراغ و دیگر معلومات مربوط به 2 برادر کلانی او را که در روسیه در مهاجرت کاری قرار دارند نیز نوشته گرفتند، ولی بخش اعظم پرسجویشان درباره او بوده است. شراف‌الدین گدایف در صحبت با بامداد گفت همه چیز را پرسیدن درباره من از دوره مکتبی تا امروز، هم درباره اینکه در کودکی چه خلق و اطوار داشتم، در مکتب چه خیلی تحصیل میکردم، چه بیماری ها داشتم، هم درباره اینکه حالا در کجایم، آیا مادرم سراغ دقیق مکان زیست مرا میداند یا نه. پرسیدند که آیا سیگار یا نوس میکشم، عرق یا دیگر نوع‌های مشروبات را می نوشم، مواد مخدر را استعمال میکنم. اما مادر سالخورده گدایف که بسیاری از چنین مشخصاتش جمله در کدام کشور اروپا زندگی کردن پسرش را درست نمیداند، به مفتشان گفته است که پسرش در گرمانیا است. این در حالی است که شراف‌الدین گدایف نه در آلمان بلکه در هلند زندگی میکند. این سیاستمدار مخالف بر این است که هدفش چنین پرسجوی مفصل از نام فسب کوشش ساختن پورتریت پسیکولوژی اوست که مقامات امنیتی معمولا برای هدفهای خود ترتیب میدهند. گدایف میگوید که این پرسجوها دقیقاً به فعالیت‌های سیاسی او از جمله به سفرش به اوکراین و پشتیبانی آشکارش از این کشور در جنگ با روسیه ارتباط دارد. مقامات تاجیکستان تا کنون خبر با درخواست فسب روسیه بازپرسی شدن مادر شراف‌الدین گدایف را شرح ندادند. شراف‌الدین گدایف سال 2015 به اروپا پناه آورد و حالا در هلند به سر میبرد. او سال 2018 رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان، یک گروه اپوزیسیونی عضو ائتلاف در خود جمهوری ممنوع پیمان ملی تاجیکستان را بر عهده دارد. ماه فوریه سال 2019 گدایف را ضمن سفرش به مسکو به طور مرموز ربوده با هواپیمای سامونیر به تاجیکستان بردند. این قضیه سر و صدای زیادی به پا کرد و در پی دخالت دولت‌های اروپا مقامات تاجیکستان شراف‌الدین گدایف را الکی بعد 17 روز رها کردند و او صبح 2 مارس سال 2023 با پرواز دوشنبه فرانکفورت به اروپا برگشت. اتفاقا باز هم با هواپیمای همان شرکت سامونیر